وزارت ایالت‌های فوق‌العاده و وزارت خواجگی آب ازبکستان همچنین ماموریت ولایت سیردریا آوازه‌های پخش شده درباره گوی و رخنه شدن سد آبانبار نیروگاه قیراقم در شمال تاجیکستان را رد کردند. وزارت ایالت‌های فوق‌العاده ازبکستان در تلگرام کانالش آوازه‌های پخش شده در بین اهالی درباره گوی و رخنه شدن سد آبانبار قیراقم را دروغ و بی‌اساس نامید. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان نیز گفته است که آبانبار قیراقم آسیب ندیده است و به طور عادی کار می‌کند. ماموریت ولایت سیردریا نیز روز 14 ینور در یک اظهارات در شبکه‌های اجتماعی این آوازه‌ها را فیک نامید. در خدمات مطبوعات حاکم سیردریا گفتند که این آوازه‌ها باعث تعلقات در بین اهالی ناحیه‌های از آبخیزی‌ها آسیب دیده میرزاآباد، سردابه و اقلتین شده است و برخی آدمان به طور شتاب زده خانه‌های خود را ترک کردند. وزارت خواجگی آب ازبکستان نیز این آوازه‌ها را رد کرده گفت مقامات ازبکستان و تاجیکستان همسایه در مسئله آبانبار قیراقم در تماس دائمی قرار دارند. این وزارت از اهالی خواست به آوازه‌های بر دروغ باور نکنند. در حال حاضر حجم آب آبانبار قیراقم 3.4 میلیارد متر مکعب را تشکیل می‌دهد. کدام تغییرات جدی در حجم و سرعت ورود و بیرون ریختن آب در این آبانبار در 10 روز اخیر مشاهده نشده است.